دوستان عزیز آپاراتی، سلام، حالتون چطوره؟ من کوجیم و خیلی خوش اومدی دوست خوب عزیزم به کانال آپارات کوجی گیم. دمت گرم، ممنون از همه شما عزیزان هستم. خیلی خیلی دارید به من حال میدید، خیلی ممنونم از لطفتون. اینو صمیمانه بهتون میگم و صادقانه. واقعا فکرش رو نمی کردم اینقدر آدم باحال توی آپارات بتونم پیدا کنم و همتون دوستان خوب منین. دمتون گرم. ادامه گیم پلی بازی رزیدنت ایول 9 یا همون رزیدنت ایول ریکویم. بانو گریس اشکرافت همچنان هستیم. نمیدونم داستان چیه. تا اینجا تیکه های خیلی کمی از لیان اسکندی رو ما تونستیم بازی کنیم. حالا هرچی هم بوده که قسمت های بالش بوده. خب آقا برنامه اینه، ما به دنبال اون اصطلاحاً استایکر بیگ ماما که اون دختر امیلی بود با خودش آورد، اومدیم به زیرزمین بیمار، زیرزمین که نه، اومدیم دقیقاً زیر زمین، یعنی یک سازه زیر بیمارستان. تا اینجا آسانسور رو پیدا کردیم که برق توش نیست، یه در بسته اینجاست و یه چیزی هم اینجا پیدا کردیم که به احتمال خیلی زیاد یه چیزی مثل شمع یا حالا کلید مخصوص خودش رو داره برای که برق رو به کار بندازیم. کلید نیست، هرچیه مرتبط با برقه. و اینم امیلی جان هست که خیلی عجیب غریبه. این سلول پر از عروسکای کنده شده و داغونه. احتمالاً بچه ها اومدیم تو لونه این بیگ ماما. و از همه مهمتر و خفنتر، محیط نکبت کاملا تاریکه، یعنی هر جا بهمون برسه رسیده و دهنمون رو سرویس کرده. ممنونتم دوست من. اگر که لطف کنی در حق من، در حق این کانال، با لایک خودت از کانال کوجی گیم حمایت کنی. دمت گرم. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم ولی خیلی با معرفتین. خب اینا هم هرچی کنارشون رد میشیم پا نمیشن. حالا داستان چیه من نمیدونم. ببینید بچه ها، این یکی دیگه از همون دراست که حالا چی میگیره اینجا و چی میخوره نمیدونم، ولی ما با همه اینا احتمال خیلی زیاد کار داریم و معماشو باید حل کنیم. در حال حاضر What the fuck؟ در حال حاضرم آها دیدمش، مسیر این طرفیه. یه چیزی او داخل آره. خب یکم بدویم. دوباره یکی دیگه از اینا که نداریم. این خب شد 120 تا. فعلا هم که هیچی. ریکویم 4 تا گوله داره، فول نیست اما خب کاچیبه هست، هیچیه. چی شد؟ ای وای صدای گوه. ای خدا دقیقا حدس میزنم بچه ها. اینجا لونه ای گوه. اومد چی کار کرد؟ وقت گریس بایی ترس و استراب و استرس که ای داره. امیلی تو میترسه و من برگرده. با زنده است، خدا رو شکر زنده است. این هم دنبال همه بود که بینه ای زنده است یا نه. امیلی طول سگ. همین عروسکایی که بهتون گفتم رفقا، چقدر همشون شبیه همن بچه ها. کلکسیونی داره جمع میکنه از اینا. خب سبز و بله خیلی خب آقا. فکر ای بر پدرت لعنت، آروم باش کثافت. چیه؟ خب 50 تا 30 تاشو بده حداقل این فول شه. منم از اینو فول کنم و بچرخم و
20 تا دیگه بردارم که بشه 130 تا. خب پلاگز، شم، به اینا میگه شم، همین چیزایی که اینجا. خب من میخوام اینو بردارم. او شت پسر، شت، دبل شت، تریپل شت. وای باید تمام اینا بدویم. خیلی خب آقای اولیش از کار نمیافته. جالب. خود بر من اومد که بابا کدوم گوریالا ولو بشم خدا. یه دوباره گو اومد، راست میگه خدایا. توی یکی از سلولا یه انژکتور خالی هست و بیاید اول بریم سراغ این که تو رامونه و بعد بیام سراغ این یا مثلا این. حالا بذارید ببینم بنان ایش حاجیه تا کجا پیش میاد. برو بابا جون مادرت، برو ول من کن، برو خدا برو. ای بابا داره بچه رو چک میکنه رفیق. نکن دیوانه، با جون خودت بازی نکن، برو دیگه بابا. خب من میگم بیاد پشت سرش بریم. چه حرکت ریسکی احمقانه. ای وای وای ای با بچه فکر کردم روشن نمیشه، نزدیک بدبخت میشم. خب اوکی تون باکس بویلر روم. نمیدونم والا. Shit. Need to open it. برای باز کردنش نیاز داریم به ابزار که من ندارم الان. خب حالا کجا هست؟ ای بای گو میکشه بچه. برو بابا بی خیال برو. چی کار کنم الان؟ خدا نمیدونم چی کار کنم. صدای پاش میاد. خب نگاه اگه بتونم، حالا نمیدونم این پرنسس داره اینجا میچرخه، کجا داره میچرخه؟ تخ نمی کنم برم جلو، حواسم بهش هست. او فاک دد بابا برو گم شد دیگه. خب من تو اینجا باشی چیکار میتونم بکنم؟ برش دار تو بریم. برو دو بزن.
اوکی. خب ای خدا، میدونم باید از اون بر برم، فقط یه لحظه من اینجا رو چک کنم حالا که لامپ روشنه. اینو بذار کنار. نو چیه؟ دل شیر میخواد بری توی ای دیگه. خب اکشن پرو یه دموار بریم. اینجا خدا رو شکر نور هست. حالا مگه شانس کج من یهو ایشون ضد ضربه بشه توی نور. خب باشه زامبی باشه. دیدمت فرند. همین مردی الان؟ جدی چه علیکی مردی؟ خب این چیه؟ خب کلید میخواد. پسر هستی برم راه داریم. اوکی یه گاف صندوق اینجا داریم. دوباره یکی این چیه وسایل و لوازم. اینم که هیچی. خیلی خب بیاید اون زیرزمینه رو چیز کنیم. اینجا رو بررسی کنیم. Oh, like pig. What the fuck? What? برو گم شد تو رو خدا نزد گوله. این وای این گو اینجاست. این گوی رفتش. خب بچه‌ای برای چی بود؟ Used to فکر کنم این همینی که بس پشت میزنی به این زامبی ها و منفجرشون میکنی. خب الان ما دوباره اومدیم توی یه اتاقه. خب اینجا هم که هیچی نیست. برای چی من باید بیام آخه؟ نمیفهمم. برو سریعتر. حالا الان یه جای همینجا میاد پایین. به خدا یا خدا. تا اینجا که خوب بوده. تا اینجا که خوب بوده. نه یا نه یا نه یا نه یا نه یا نه یا نه یا. خب این برشم چه کن بس بینم. این که الان چیز میشه دیگه منفجر میشه. چرا باید همچین حرکت احمقانه ای رو انجام بدم؟ و خب خیلی خب آقا آماده باشید. من اینو بردارم. احتمالاً یه اتفاقی میفته دیگه. یه گوله میکنم تو مخت. نیا 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 جور مادرت. نیا 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 سگ گوهت بگیره پدر سگ متعفن. برو نمشو بینم. برو 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 برو. صدای چلک چلکش داره میاد. تو گم شو بینم. خود تو هم.
خب الان چند تا داریم؟ الان 2 تا داریم. بذارید من یه کاری بکنم. چیه اینجا؟ نمیخوام بابا اینا رو بزنم. خب اتاق سیف هم اینجاست. من مطمئنم ما اونجا تو مسیر یه دونه از این چیزها رو داشتیم. خب بنابراین این حرکت ریسکی رو انجام میدم و یه همچین غلطی میکنم. برو که الان بی پدر میاد. خب اوکی ای بره داخل. امتی باتل نمیدونم، بذارید باشه، شاید یه جا نیاز باشه بخوایم سر صدوی چیز بدیم. اصلا بابا این گو خیلی جاش کمه. خیلی خوب بریم دوباره و مجددا. نه یا وای این آشش. خب so far so good. Oh my friend مال خودته بابای سوخ. خودت نری خسیسم. یه بدی میاد این خونا رو برمیداره. ببخشیدا یارو بیزه شونه. یارو کار میکنی با خودت بانو گریس اشکرافت؟ اوه چه به موقع. جان بیا عزیزم بیا قربونت برم. دوست دخترم رو شارژ کنم، یعنی چیز کنم. راجع به اون چیزی که آقای علی رضا 020 اوه you can now craft کوکتل مولوتوف. چه عالی، مرسی. راجع به اون سوالی که دوست خوبم جناب آقای علی رضا نمیدونم چه عددی پرسیده بود، داداش من تنها فعلا اینو بازی نمی کنم تو خونمون. یه داداشی دارم اونم بازی میکنه. رو همین حساب اگه یه جا میبینید این عروسک های راکون نمیدونم چی از بین رفتن، به خاطر اینی که اون داداشم هم داره اینو بازی میکنه و اون یه مقدار همینجا از من جلوتره، یعنی در واقع تمومش کرده. خب چرا من حس کنم من اگه برم توی این برق میگیرتم، علیکی که برق رو روی آب نمیذاره، دلیلی داره. بذارید امتحان کنم. ریدم بابا. ننه گریس گریش گرفت از دست این کار من. خب باری نه سر the fuck. از ببینم من یه دونه اینجا دارم، اینو بزن اول خیالم راحت بشه از خونمون. فاین. خب کاری که میتونیم انجام بدیم اینه، یا من بیخیال اینی که اینجا هست بشم و مستقیم برم این بالا اینو راه بندازم و احتمالا اینجا میتونم از این پشت، ولی نه نمیشه پسر، من با اینو بردارم. ناسلامتی. خب الان من چجوری میتونم کوکتل مولوتوف جان به نظرتون جواب میده روی این گو؟ خب
به قرآن اومد با همین صاف تو پوزش میزنم با شماره 3.